آیا شما هم مثل من به جز حالا آفتاب و گرما دغدغه زبان خوندن دارید؟ 10 سال طول کشید که من بفهمم باید چی بخونم، که آقا این سطح اینترمدییت لعنتی که هیچ وقت تموم نمیشه، نه پس رفت میکنی نه پیش رفت میکنی توش، هر کاری میکنی چجوری ازش بگذریم؟ بالاخره پیداش کردم، واقعا میگم. یعنی اون همه برو آموزشگاه، اون همه فیلم ببین و بعد در نهایت به این نتیجه میرسی که باید یه قدم بری عقب‌تر. یعنی چی؟ زبان چند تا چیز داره دیگه، کلاً چند تا سطح داره. خب سطح کلی، حالا اینکه چقدر بلدی رو نمیگم. یک بیسیک یا elementary که پایه ترین چیزاشه، ما سریع ازش میگذریم و اینا. بعد میشه intermediate، بعد از intermediate میشه upper intermediate و بعد میشه advanced. هممون یا تو فکر میکنم، یعنی بیشترمون توی intermediate یا upper intermediate گیر میکنیم. خب من این شکلیم و فکر میکنم آدم های دیگه هم باشن که مثل من باشن. برای همین دارم این ویدیو رو ضبط میکنم با این قیافه از ساعت 6 صبح دانشگاهم. و چاره چیه؟ چرا ما توی اینترمدییت گیر کردیم؟ من فهمیدم بالاخره چرا این اتفاق افتاده. به خاطر اینه که من بیسیکم رو درست نخوندم. حالا آموزشگاه هایی که رفتم درست کار نکردن، قطعا یه بخشیش اونه. کتابایی که بهمون معرفی میکردن تو آموزشگاه کار میکردن اینا خوب نبوده. و بعدم این که اینجوری بودم خب من دیگه بلدم دیگه نیازی نیست که گرامر بیسیک بخونم، دیگه نیازی نیست که مثلا برم ببینم فلان چیز کجا استفاده میشه، اونا من بلدم. و حالا من اومدم و فکر کردم که چرا من با اینکه آزمونامو مثلا خوب میدم، با اینکه میفهمم انگلیسیو، مثلا فیلم میبینم میفهمم، نمیدونم یه مصاحبه یه چیزی تو یوتیوب میبینم که انگلیسی میفهمم، چرا پس ساده ترین چیزا رو دارم باگ میدم؟ یعنی چیزی رو که همیشه میفهمم، چیزی رو که مثلا یکی که انگار تازه شروع کرده به زبان خوندن خیلی راحت تر و درست تر می نویسه، چرا من این شکلی نیستم؟ مگه چقدر این چیزا سخته؟ و بعد فهمیدم که من تمرینای گرامر بیسیک رو هیچ حل نکردم. یعنی چی؟ یعنی اینجوری بودم که خب این پرزنت سیمپله، این نمیدونم پرزنت پرفکته، این نمیدونم فلانه، این اینجوریه. حتی پسیو که مثلا همه میگن این چیه دیگه، پسیو چیه؟ حالا من مبتدیشو میگم، همه میگن پسیو چیه و اصلا نمیفهمیمش خودمون، خیلیامون، به خاطر اینه که تمرین نکردیم. خب من اومدم یه قدم به عقب برداشتم برای اینکه بتونم پیشرفت کنم. خب یعنی چی؟ یعنی من الان اگه میرفتم یه کتاب گرامر، مثلا دارم گرامر رو میگم، میرفتم یه کتاب گرامر یا یه کتاب وکبی برمیداشتم که سطحش اینترمدییت بود، آپر اینترمدییت بود، آره میتونستم حلش کنم، میتونستم بفهمم چیه، همه چیش اوکی بود. خب و یه چیزی وسط اوکی نبود. چی؟ این که من وسط یک جایی وایستادم، مثلا از نردبون بالا رفتم ولی قدم هامو بر نداشتم. میدونی چی میگم؟ یعنی پله ها رو دونه بدونه نرفتم، یهو 4 تا پله رد کردم، پامو باز کردم رفتم بالا. و این چی میشه؟ در دراز مدت شما رو گیج میکنه. خب چیزهای ساده براتون گیج کننده میشه، در حالی که تو باید اون ساده ها رو کامل یاد بگیری، بعد بری چیزای یکم سخته رو یاد بگیری و بعد بری مرحله سخت. خب من خودم با این کتاب به این نتیجه رسیدم. خب
Essential Grammar in Use، یه دونه هم هست Basic Grammar in Use که تقریبا همینه، فقط این نسخه بریتیششه. یه تفاوت‌های ریزی داره. خب و من با این کتاب فهمیدم که هیچ وقت همچین تمرینایی حل نکردم. حالا تو آزمون و اینا بوده و مثلا یه باگی من میدادم توش. خب یعنی چیزای ساده رو توی آزمون ها، توی کلاس، موقع فیلم دیدن و اینا اینجوری بودم که مثلا اوکی میفهمم چی میگی، متوجهم، ولی درکی نداشتم. میدونی مثلا اینه که من الفبای فارسی رو بخونم، بعد جمله مثلا حال ساده رو بفهمم چیه، نمیدونم چیزای سوالی رو متوجه بشم، بتونم سوال جواب کنم، ولی ندونم متمم چیه. خب ولی ندونم مفعول چیه، ندونم میدونی اون ساختار جمله، اون استراکچرش، اون پایه های یک چیز رو همجور سرسری رد کرده باشم. خلاصه که مشکل رو پیدا کردم بچه ها و واقعا ممنونم از کسی که این کتاب معرفی کرد. من اگه خودم بودم یا میرفتم Understanding and چی بود اون کتابه که آبی رنگه، کل گرامر رو از اول تا آخر داره رو میگرفتم و اونو کار میکردم و دارمش. یعنی مثلا منظورم اینه که اگه کسی بهم نمیگفت چی کار کن، اونو میرفتم میخوندم و باز دوباره اونم خوبه، ولی این خیلی جزئیه. یعنی چیزهای خیلی ساده و خیلی پایه رو تو کار میکنی و میبندی، این جمع میشه، تو بیسیک و تمامش رو یاد گرفتی. خب گرامرش رو حالا و همین تو وکب هم هست. مثلا یه کلمه عجیبی مثل obnoxious رو من میدونم یعنی چی. خب و بعد مثلا یکی به هم میگه که ingredients چیه، یا مثلا در مورد ingredients همون مواد و اینجور چیزا صحبت میکنه طرف و من نمیدونم چیه. این خیلی بده. خب یعنی اینو من خیلی دیر فهمیدم که انقدر عجله نکن، قدماتو دونه به دونه بردار. و حتی اگه این کتاب خیلی ساده است بچه، یعنی نمیدونم اگر کسی این ویدیو رو میبینه و میره میخره، انتظار نداشته باشه که چیز خیلی خاصی بهش اضافه شه. این در واقع پایه هاتون رو محکم میکنه. خب یعنی یک بستری فراهم میکنه که بتونی اینترمدییت رو پله پله تموم کنی. یعنی همش رو پله پله، اول بیسیک، بعد اینترمدییت، بعد ادوانس. خب حالا آپر ادوانس هم هست. اینا رو پله پله میذارونی بدون عجله. حالا اگرم عجله دارید میتونید مثل من 4 تا 5 تا درسش رو حل کنید. این گرامره مثلا نمیخواستم ویدیو در مورد یه دونه کتاب باشه، ولی میخوام یه مثالی بزنم دیگه. مثلا این کتاب 115 تا درسه، حالا تمرینای اضافی هم تهش داره. 115 تا درسه. من تا الان حدود 60 تا 60 خورده‌اش رو حل کردم، تقریبا نصفش مونده. خب نصفش تقریبا مونده و حساب کردم که اگه روزی 4 تا درسشو، که خیلی واقعا ساده است، خب ساده ولی مستحکم میکنه. تو الان من اعتماد به نفس دارم که من نصف گرامر بیسیک رو از برم. خب و هیچ وقت مثلا تو زبان اینجوری اعتماد به نفس نداشتم، چون همش اینجوری بودم که بابا من یه جایی یه باگی دارم میدم بعد نمیفهمیدم چیه. 10 سال طول کشید آقا. همش هم بخاطر آموزشگاه است. خب یعنی تو آموزشگاه هیچ وقت نمیان با تو گرامر جدا کار کنن، نمیدونم رایتینگ جدا کار کنن، اینا نمیان جدا کار کنن و خیلی باگ داره این قضیه. اگه هر دفعه که ما میرفتیم آموزشگاه، هر ترم یا هر مثلا یک سالی که میگذشت با ما یک کتابی در مورد یک مهارت خاصی کار میکردن، الان خیلی هممون بیشتر انگلیسی بلد بودیم. البته اینم به خاطر چیزشونه ها، به خاطر پول گرفتن دیگه، مثل دانشگاه.
یه جوری ارائه میدن کلاس ها رو، حالا دانشگاه یا همین مؤسسه های زبان. حالا من در مورد همش نمیگم، طبق تجربه میگم و نه تنها تجربه خودم، تجربه حالا دوستم یا حالا یکی دو نفری که باشون صحبت کردم و نتیجه نگرفتن و آخر رفتن مهارت ها رو جدا جدا درس برداشتن. یعنی مثلا یکی رفته اسپیکینگ کلاس ثبت نام کرده چون اینجوری بود که من اصلا اسپیکینگ هیچی نتونستم سر کلاس‌های آموزشگاه متوجه شم، یا مثلا رایتینگ اصلا باهامون کار نمی‌کنن توی کلاس‌های آموزشگاه و اینا. حداقل جایی که من رفتم کار نگی، جایی که من 3-4 تا مؤسسه عوض کردم و اینم بگم که البته زبان رو من 10 سال پشت سرم نخوندم دیگه. اگه 10 سال پشت سرم یه چیزی شما بخونید دیگه فکر کنم باید باش زندگی کنید. و همین خلاصه، اگر که دوست دارید در مورد آیلتس هم چیزی بگم لطفاً کامنت بذارید و سابسکرایب کنید و منو دنبال کنید. اگرم شما تجربه خوبی یا جالبی داشتید مثل یه سری کتابا، یه سری ترفنده و اینا، حتما بنویسید. شما هم تجربه خاصی داشتید یا یک روشی پیدا کردین برای زبان خوندن که به نظرتون خیلی موثرتر بوده، برام تو کامنت بنویسید که هر کسی که این ویدیو رو میبینه ازش استفاده کنه یا تلاش کنه که ببینه میشه اونجوری زبانشو بخونه یا نه، و من هم ممکنه اون روش رو تا حالا انجام نداده باشم بتونم ازش استفاده کنم. و تو ویدیو بعدی میتونم در مورد چند تا روش دیگه بگم، یا اگه خواستین میتونم در مورد آیل صحبت کنم. و من هنوز آیلتس ندادم، در حال انجامشم و هفته دیگه یه ماک دارم. اولی ماکیه که میخوام بدم، بیشتر برای اینه که ببینم رو چیا باید کار کنم. الان شروع کردم 2 ماهه ولی به صورت جدی میتونم بگم 20 روزه که خیلی دارم میخونم. و همین، بای.